سلام بچه، بدون هیچ معطلی و بدون هیچ اینترویی میریم سراغ ترانای تو لف اولی. اینو دیدم من اندازی با آمریکا، عملیات توپ اندازی. توپ اندازی با عملیات توپ اندازی. حتی فکر کردم ببخشید ترانای تو لفه نگاه میخریدم. چه فکر کنم راکوشای نینجا رو اشتباه دانلود کردیم. شبکه پرژنتون کارتون داره براتون، لاش پشتای نینجا دوستش داریم فراوون. اینجاها خیلی سرین، اینجاها خیلی قوین. آره اینجا اونجا هر جا که فکرش کنید اونا آمادن. لاش پشتای نینجا با طرفدارن، واسه همه کاراشون هدف دارن، را دنبال آدمای تبهکارن. هرچی خاطره داشتم ازش به چخ سگ رفت از لاکوشای نینجا. چیه این ناموسن؟ ویدیو بعدی holy shit چی زدش؟ یه سوپ. اون واسه رندی، نه اون واسه چیز بود، رابر رینز بود. این یه حرکت چیزه فرام رندی آرتنه. آره نمیدونم اسمش چیه، اسمشو نه نمیدونم، بعد به تو میگم. نوشته استعدادهای سربازی. گفتم چرا می اولک با صوت میخونه. شپلق بعد چی افتادی؟ یه میتینگ قرب کنه. خنده میکنه دختره. بکنم جمله‌ای که الان تو سرشه اینه که میگه ریدم تو این زندگی. میدیدمش اینو خندم نمیگیره. خندم نمیگیره. اینه خودت ها نمیشه که پارش کنی. یکی کوره بخود چی کارش رو کنم. دیدم دادش یارو دشویش سرود ملی اجرا میکرد. تصورم از ماه محرم امسال. اولی شت همستر خیلی قشنگ بودیم. یه بار دیگه بکنم همه افتادن روی همستر، همه انگوش میزنن. ویدیو بعدی اینو لا حاجی من اینو دیدمش، اینو یارو روش شد همچین کاریو کنه جلو مردم. سنت از ریشات خجالت بکش مردی که بوز. یه چی کار میکنه؟ میلیون هم ویو خورده. البته 6 میلیون لایک خورده، ویو نخورده. 6 میلیون لایک خورده. قیافشو طور ابوالفضل قیافشو. خب بچه ویدیو به پایان رسید. تا یه پارت دیگه از چرانو تو لب. خداحافظ.